خرس قطبی اگه بیاد اردکان دیگه اون سفیدی و ظرافت رو نداره و تبدیل میشه به یک خرس کثیفی که در تصویر مشاهده کنید. اول از همه اون رنگ سفید برفی رو فراموش کن. انقدر خاک میخوره تا هم رنگ شنهای کبیر لوت بشه. از گرما کلافه میشه. ببین چطوری له له میزنه تا بدنش رو خنک کنه. به چشمش نگاه کن، پر از گرد و غبار شده ولی هنوز همون ابهت رو داره. پنجهاش که برای یخ ساخته شده بودن حالا مثل راکت تنیس مانع فرو رفتنش توی شن میشن. تنها راه همون کردنش همینه، دوش خاک. یاد میگیره زمین رو بکنه تا برسه به لایه‌های خنک‌تر زیری. خواب نیمروزی توی گودال تنها راه فرار از آفتاب سوزان کویره. دیگه خبری از فوک دریایی نیست. باید به ریشه گیاهان خاردار راضی بشه. پشماش زبر و نمدی میشه تا مثل عایق جلوی گرما رو بگیره. شاید الان برات عجیب باشه ولی طبیعت همیشه راهی برای بقا پیدا میکنه. شاید از خودتون بپرسید که چرا انقدر قیافش زشت و کثیف شده. دلش خیلی ساده است، به خاطر اینکه